یعنی مؤمن مسلمان باید خیرخواه باشد در حق همسر خود، در حق کشور وطن خود. برای این مسجد پر از نمازگزار نعمت آرامی همین کشور از برادران الاسلام، برادران عزیز. او کله را کار فرو عقل استفاده کردن در کار. این مسجدی که جا نشده ایستاده است، نمازگزار را جای نمیابند که نماز بگذارن. این نعمت آرامی هست. راهبر و پیشوای خیرخواه هست که همیشه شب و روز در تلاش است که آرامی باشد، آبادی باشد، پیشروی باشد، ترقیات باشد در حق وطن و در حق پیشوای ملت و در حق همه اینا، از سرباز عادی تا اون بالا مقامایی که هستند، در حقشان دعای هدایت و دعای توفیق و دعای کامیابی همیشه باید که دعا کنید. میگوید که میخواهید از مسلمانی کامیاب باشید، بیماری رو دیدید دعا کنید پروردگار اون بیمار رو شفای کامل و عاجل عطا فرما. زنی حامله رو دیدید که به زور راه میرود، حامله دار هست، بگوید که پروردگار رو برایش یک فرزندی صالح، فرزندی سالم، فرزندی نیک به آسانی و به سبکی عطا فرما. معیوب رو دیدید، بگید پروردگار را شکرانت که من را سالم خلق کرده ای و این معیوب را برکت و قناعت و سعادت و شفا عطا فرما. هر درمانده رو دیدید رحم به اون کردید، دعای خیر و برکت به اون گفتید. این همه دعای خیر و برکتی گفتد بر خودت برمیگردد. به بعضی ها ضرر میرسونند، ظلم میکنند، چی به زن باشد، چی به فرزند باشد، چی به همسایه باشد، چی به همکار باشد، حالا ظلم میکنند. بعد چهار میگه دیگر سازش کردم، خوبش کردم، سزاش دادم، زورش کردم، دیگر بی‌درق از اون که برای خود کرده است و اون نه به خود کرده است، این ضرر رو به خود رسانیده است. فردا روز قیامت ظالم و مظلوم رو یک جای جمع میکند. این ظالم آرزو میکند که کاش من در جای این مظلوم میبودم، کاش من اون میبودم و اون من میبود. سری فکر میکنند که تمام. نه، وقتی که ضرر میرسونید این ضرر به خود شما هست. فند و فریب میکنند و میدزدد، ضرر به خود میرسونند. خداوند عزوجل به اون بنده اش میدهد اون ضرری دادگیش. چرا میگید که این بنده ام رو اون بنده ام، اونم بنده پروردگار است. این بنده ام رو اون بنده ام فریب داد، اون رو عوض میدهد، بعد با اون سر کار میگیرد و اون رو یعنی سزا و جزایش رو میدهد. برای همین برادران الاسلام همیشه در حق خود، اهل خانواده، فرزندان، پدر، مادر، همسر، شوهر، یعنی وطن، کشور، رهبری دولت، این همه و در حق جوانو، در حق جوانو همیشه به دعا باشید. و بعضیش همجنسگرا و بعضیش به افراطگرایی و بعضیش به نمیدونم که کیم چی ها و چی کارایی میروند. چرا میروند؟ به خاطری که تجربه نیست، حیات نیست. از بی تجربگی به هر راه، به هر چیز، با هر گروه بدخواهی تندرو میرود. در حق همه اینو همیشه دعا بگید. دعا کنیم پروردگار امروز جمعه و همه روز ما را با برکت مبارک، جوانان ما را بر راه راست و بر راه عدل انصاف و راه آداب و اخلاق پروردگار را خودت هدایتشان کن و عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت نصیب روزیشان بگردان و وطن ما را همیشه آرام و آباد، همیشه پیشرفته و ترقی کرده از جهت دین دنیا در حفظ و حمایه و پناه خودت نگه بدار. پروردگار را در این عصری که بدخواهان چقدر کشورها را ناآرام و به آتش و به خون و خاک کشیدند، پروردگار را همه امت اسلامی خصوصا کشوری ما را در پناه عصمت خودت نگه بدار و همه اون هموطنان ما که در مهاجرت مهنتی هستند، همه اونها رو پروردگار توفیق را رفیقشان بگردان که از بی توفیقی و بسیاری آفت و بلا مبتلا و گرفتار می شوند. توفیق را رفیقشان بگردان، در کسب و کارشان برکت عطا فرما. پروردگار را با عزت، سالم و بردم، با برکت به نزد پیوندانشان بر بگردانشان. پروردگار را همه این حاضرین را عزت و برکت و سعادت دارین نصیب و روزی بگردان. پروردگار همه این حاضرین که به امید دست امید
و امید خانه آمدند و دست امید به سوی خودت برداشتند. هر یکی امیدها و آرزوها و نیتهای نیک دارند در این روز سعید جمعه و روز مبارک، روز اجابت دعا، پروردگار همگان را به مقصدهای اصلی و نیتهای نیکشان برسان. پروردگار همه اون برادرانی که برای پیشرفت کار مسجدها، خصوصا این مسجد و این مرکز که تعمیر رفته ایستاده است و سهمگذاری و مبلغ گذاری ها کردند و میکنند، در عوض این همه برایشان عزت و برکت و سعادت دارین نصیب روزی بگردان. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.